تو دقیقاً تا 17 سالگی خوب با هویت قدرت الله بارگزای زمانی که قدرت الله بارگزای بود عاشق کس شده بودی؟ شده بودم در اون وقت به عنوان قدرت الله قدرت الله عاشق یکی از اول عشقم خب یک کتاب ما نوشته شده کتاب ما سانسور نیست دوستا هیچ چیز در کتاب سانسور نیست از خشونت خانوادگی داخل خانه ما تا 4 وضعیت‌های بعدی که خودم داشتیم هیچ چیز سانسور نشده در سن 14 سالگی 14-15 بودم عاشق بچه همسایه ما شد و اونا هم عاشق ما بودن